تعمیر راه اشت خوجند با اسفالت گرم آغاز شد. صاحبکاران و ساکنان ناحیه اشت تصمیم دارند بیش از 90 کیلومتری این راه ماشینگرد را از حدود سامغار تا گذرگاه نوبنیاد پاپ مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ خود از تعمیر جاری برآورند و در کنار راه 6 حاجتخانه زمانوی بنیاد کنند. این راه 122 کیلومتر درازی دارد که 96 کیلومتر آن راه بین المللی بوده غفوروف قهرمان پونگان نام دارد و تا گذرگاه نوبنیاد پاپ درازی دارد. گفته می شود برای منفرشی راه حدود 2 میلیون سومانی صرف می شود و چخورک های راه را تا ماه سپتامبر پورا با اسفالت گرم رویپوش می کنند. مقامات ناحیه اشت در وبسایت رسمیش همروزه نام و نسب و مبلغ از ساکنان و صاحبکاران جمع‌آوری شده را درج می‌کند. منبع گفته است از 27 می تا 9 ایون 817240 سومانی برای تعمیر راه با اسفالت گرم مبلغ جمع‌آوری شده است. راه ماشینگردی اشت خوجند 8 سال پیشتر با بودجه مقامات منفرد شده بود. از بین چند سال گذشت و همه ساله چقرک‌های راه را با ریگو اسفالت خنک رویپوش می‌کردند. اما این کار به درازا نمی‌کشید و همگی پس از چند ماه تعمیر راه باز و الانگار می‌گردید. صاحبکارانی که دست به کار شدند حالا میگویند این دفعه راه را با اسفالت گرم از تعمیر جاری می‌برآورند که 2-3 سال من بعد به مردم خدمت می‌کند. در نظر است در 5 سال آینده سالهای 2022-2026 ساختمان و تجدید راه ماشینگرد اشت خوجند از سوی حکومت آغاز می‌شود. حالا صاحبکاران می‌خواهند تا عملی شدن این طرح برای رفت و آمد مردم راه بخطر را مهیا کنند. راه ماشینگرد اشت خوجند یگانه راه در منطقه شمالی تاجیکستان است که با وجود اهمیت راه بین المللی داشتن سالهاست ویرانه راهی را می‌ماند و زیاد بودن کندگی‌های راه هر لحظه احتمالی صدمه ماشین‌ها را به میان می‌آورد. زینالعابدین مسعودجانوف رئیس اساسیاسیون صاحبکاران ناحیه اشت به خبرگزاری ازیا پلوس گفته است 94 کیلومتر راه اشت خوجند را از برآمد سامغاری حدود ناحیه باباجان غفوروف تا سرحد ازبکستان پورا از تعمیر می‌برآورند. او گفته است اگر صاحبکاران برون مرزی نیز دستگیری کنند مبلغ پیش بینی شده زودتر جمع‌آوری می‌شود. راه اشت خوجند سال 1961 در زمان شوروی ساخته شده تنها سال 1991 قسمت این راه از مرز ازبکستان تا برآمدگاه جماعت مهرآباد بازسازی شده بود اما با گذشت 30 سال روی تعمیر اساسی را ندیده است. ولنگار بودن راه به کار و زندگی مردم نیز در این سالها بی تاثیر نمانده است. در گذشته این راه یک جاده اصلی ترانزیتی ازبکستان محسوب می‌یافت و تجارت شمالی تاجیکستان را با وادی فرغانه و کشورهای دیگری آسیای میانه می‌پیوست. کارشناسان و متخصصان میگویند در صورت تجدید و بازسازی راه ناحیه اشت رشد میکند و دیگر باره حمل و نقل بارکشانی طریق وادی فرغانه به کشورهای دیگر برقرار میگردد.